جبرم دست به داخیانی آخاد بکن تبای اولم و داخلی داخلی تزگیرتی جبر یعنی تبای دست سال داوود د پیواژون هر دستلات که دولت ترک ده پروژه این دجمنانه جبو گلی کرد هاتم پیش خستن قرکرین چاندی سیاسی و فیزیکی هاتم پیکانین لید تو پیواژون ده قصی پیواژو دستلات داری AKP MHP ده دجمنداری کی جکوک قلاندن کردن اساس بگیره نه هاتی مشاندن اتفاق فاشیزانی AKP MHP ده بنگی خود لسر دجمنهای نرخ دستکفتین کردن هاتی آواکرین جبو جناف برن هر دستکفتی کی کردان جبو تونکین هر کردک آزاد یان جی آزادی خواست تاوای سنورین زاگونی مروی اخلاقی وجدانی چراندیه او بهوانه ایرج دکه هری داوی ایرش ترسانک و نمردانه یا کل سر شارداری ان ایدیر سرد بای کان کورتلون آلتن اوی شارداری ان کو نرخنگل و جواکینه بقای و مندز هاتن داگیر کرن وینا گلی کور جارک دن جنادیتی و هات هشتن هفشاردار و سیاستمدارن هلبجارتی انگل بون هاتم بنچاف کرن بالکیش کد دمه که هری زیده اف دستلاداری فاشیست بحث قاشو لبرانبر دربکران سکندکه خواه بخواه لهمبری وینا گلی کرد دربه هم پکتینه قایم او گرتن هفشارداران دربه اکی سیاسی لدیج احلاق و لدیجی زاگون و حلاق جواکیه ددام اکو همو مروواهی ددام هشمندیه که هفبش لبرانبر نخوشی کووید 19 تکوشین دده فاشیزم AKP MHP پلانگریان خواه دجمنانه لسر گل کرد بردام دکه لبرانبری وی بدنگیان نتوی هفکاری یکی بیانه دم او دمه هر کس لبرانبر وان پولیتیکا انکرید او بیبختانه ین لسر وینا خواه دنگ خواه بلند بکه او هلوست خواه نشان بکه اما که مزسا شارداری و ورگاه شیط رستم جودی وان ایرشن بیبختانه شرمزار دکین او دبین و تجار به ایرش و پولیتیکا انخواه لدجی وینا گل کرد سر نکون بمرقای و مندز بجی اراده گل کرد مجلس شهرداری ورگاه شهید رستم جودی 17/5/2020 بیجی سرک آپو بیجی سرک آپو بیجی سرک آپو